مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از ابوالقاسم لاهوتی 30 ماه 10 سال 40 مسکو. هدیه های زرینه 2. ساعت از نیمه شب گذشته 4. قلمی مو به کف کتیبه نگار. در یکم آشیان بود بیدار. پیش رفت است نقش با خوبی، لیک با قیل و قال و پاکوبی. می دهندش ی هر طرف آزار، عصبانی شود هنرور از این کار. روح همسایه را کند نفرین، کی ضرر می زند بوی در این. آخر استاد ماز جا جنبید، به دویم آشیان به خشم دوید. دید خورشید را که می رقصید، دید و فهمید کرد لبخنده. زود بگریخت شاد و شرمنده. جرم ارتیسکه را ز جان بخشید، گفت با خود که گرمی تیاریست. او همیم شب دچار بیداریست، از چنین آفتاب کی رنجید. آشیان سوم پر آواز است، پر از آوازی سوزنی ساز است. سوزنش گویی یا به پرواز است، خواست با وی جدل کند استاد. کار او دید و خشم رفت از یاد. آفرین خواند و گفت اعجاز است. سوزنی بین چو لاله‌زار بود، موج خیز و ستاره بار بود. بحر تزیینی صحنه ممتاز است. شاعر نوجوان پس از یک دم، در سری پله به کتاب و قلم. دیدش و ابروان کشید به هم، تا که الهامش از گپی انسان. نرمد همچو آهو از گرگان. سوی چارتاق تیز کرد قدم، مرد این نیز دید و خندان گشت. زامد و رفت خود پشیمان گشت، رفت و مشغول کار شد محکم. حال این است در همه کشور، اهل الهام کردند حشر. جهدشان این است که به شود بهتر، همه با یک امید خوش هستند. از برای سفر کمر بستند، غرق در شوق دیدن راهبر. با امیده که صنعت تاجیک، بشنود از دهان او تبریک. وقت 10 روزه امتحان هنر. پس از این ماه‌های پر ز علو، مهر صنعت چو افکند پرتو. کشت کوشش پزد برای درو، مردمی مملکت ز پیر و جوان. از ده و شهر و کوچه و میدان، در خیال و زبانشان مسکو. سوی وокزال دوند با تعجیل، پیش صنعتگران برای گسیل. همه خوانند این ترانه نو. گسیل کنندگان: های های رفیقان خوش سفر باشید، در این راه دور بی خطر باشید. خوش به حالتان مسکو می روید، در پای تخت سرخ مهمان می شوید. روندگان: ماها در مسکو کی مهمان هستیم، ما در خانه خودمان هستیم. هرگز مسافر نداند اگر، رود برادر پیش برادر. گسیل کنندگان: های های چه هدیه می برید اینجا، مبادا ریزد آبروی ما. روندگان: ذوق و صنعت و حاصل می بریم، و از هرچی بهتر ما دل می بریم. گسیل کنندگان: روید رفیقان شاد و سلامت، از ما به مسکو عزت و حرمت. حرمت به خلقش، حرمت به کارش،
با حکومت پراقتدارش، با ستالین ما با روی خرسند، گوید تاجیکان او را میپرسند، گوید که آن کس جان تاجیک است، از دید و دیده به دل نزدیک است. همه ما زنده هستیم تا با او هستیم، تا زنده هستیم ما با او هستیم. دل نغنجد ز شوق در سینه، گردد اجرا خیال دیرینه. شده قارون یتیم آدینه، پیش استاد خلق روز پگاه. خلق محبوب من رسد از راه، با چنین بی نظیر گنجینه. در جهان غیر از اکتبر کبیر، کی فشاند به خلق دین اسیر. این همه هدیه های زرینه. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. مسکو 25-26 ماه 10 سال 40. استاد محترم عینی سلام. از آمدن یتیم و آدینه به خانه عمکشان بسیار خرسند هستم. دو کس را که توانند نمونه همه خلق زحمتکش تاجیک باشند بهتر دیدم که از فرزندان شما گیرم. این است که آنها را دعوت کردم. آنها را بد پذیرایی نکردم که. خیر، به همه اهل خانتان از همه خانواده من سلام. نامه تقریزی صدرالدین عینی. 10 ماه 11 سال 40 سمرقند. نامه تقریزی صدرالدین عینی. پروژه سخیم پروگرام ادبیات تاجیک با مراجعت نامه کابینت زبان و ادبیات تاجیکی رسید. با دلیل ها هرچند در مراجعت نامه راهی درآوردن بعض شاعر و نویسندگان پیشکی بسته شده باشد هم، من مجبورم که درآوردن 2 سیمای بسیار بزرگ ادبیات کلاسیکی تاجیک را تألیف کنم. یکی از آنها نظامی عروضی سمرقندی است. ترجمه حال او و زمان زندگیش تماما معلوم است. این چنین او را از جمله نویسندگان کم اثر گفتن ممکن نیست. اثر او 4 مقاله از صدها پیچتن لیست جزئی چاپی بهتر و مهمتر است. بنابراین من تکلیف میکنم که نظامی عروضی سمرقندی در دوره ادبیات عصر 11-13 بعد از عمر خیام در 4 مقاله نظامی درباره عمر خیام یادداشت خود را قید میکند درآورده شود. زین‌الدین محمود واصفی خراسانی، این آدم از نویسنده و شاعران عصر 16 بود. این شخص از خراسان بوده از سال 1514 تا آخر عمرش در سمرقند، بخارا، تاشکند زندگانی کرده است. کتاب او بدایع الوقایع
یادداشت‌های با چشم خوددیده مؤلف را در بر می‌گیرد که این یادداشت‌ها از آخرهای عصر 15 گرفته تا به سال 1532 آییدند. این کتاب همگی به طرز آچرک ادبی نوشته شده است، با شعرهای منثور و با شعرهای پرصنعت جالب دقت پر است. واصفی باید در دوره عصر 16 پیش از مشفقی درآورده شود و باز شراف الدین یلی یزدی که اثر بسیار بزرگ او ظفرنامه تیمور است. ترجمه حال او هم در همه منبع‌ها هست. این آدم باید در دوره تیموریان در عصر 15 بعد از خواجه اسمت درآورده شود. در تقسیم دوره ها دوره تیمور از عصر 15 سر شده است و حال آنکه تمام کار شخصی تیمور در عصر 14 است. مادام که در سر شدن این دوره مؤلف درباره تیمور و تیموریان معلومات می دهد، مجبور است که سخن خود را از سال 1336 سر کند. اما در زیر سرلوحه عصر 15 آن سخنها ناچسبان می افتد. من مصلحت می دهم که در قطار اثرهای خسروی دهلوی قصیده دریای ابرار او درآورده شود که این قصیده مانند قصیده تحفة الاسرار جامی، تحفة الافکار نوایی چندین فرزندهای برکمال دارد. در مکتوب ایضاحاتی قید کرده شود که در ترجمه حال عبید زاکانی معلمان اهمیت دهند. مصاحبه او با سلمان ساوجی و افسانه که به شعر خدای داند و من دانم و تو هم دانی که یک فلوس ندارد عبید زاکانی مربوط است واگذاشته نشوند. در آخر مکتوب به اظهارات این نقطه هم مجبورم که پروژه مساهله کارانه چاپ شده است. این نسخه که نظر به مکتوب رفیق کلانتروف بسیار با دقت چاپ کرده شده است چندین خطاهای بخشیده نشدنی دارد. من این خطاها را در اینجا نمی شمارم. کارکنان مسئول کابینت دوباره خوانده بینند میفهمند. فقط همین قدرش را مجبورم گویم که به شکل لایوتی نوشته شدن لاهوتی و به جای نوادر الوقایع نام کتاب احمد مخدوم دانش بدایع الوقایع نوشتن چقدرها مساهله کارانه به کار نظر کردن کارکنان کابینت را نشان می دهد. اگر این کار در همین نسخه می بود میلش بود، لیکن این همین را نشان می دهد که در وقت چاپ کردن پروگرام هم این گونه خطاها تکرار خواهند یافت. سالی که نکوست از بهارش پیداست، یا چنان که می گویند ملا را از بسم اللهش معلوم. به سلام رفیقانه، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت